دوستان سلام. توی این آموزش میخوام بهترین افزونه کشی که توی سال 2025 برای وردپرس معرفی شده رو بیام و به شما معرفیش کنم و طرز کارباش رو بهتون یاد بدم. دوستان با این افزونه دیگه نه نیازی دارید که از افزونه‌های سنگینی مثل راکت و سایر افزونه‌های کش استفاده کنید. نه دیگه نیاز دارید که مثلا پول سنگین بدید به یه متخصص که بیاد سایتتون رو بینه کنه. این افزونه همه این کارا رو براتون انجام میده. اصلا معجزه میکنه. اصلا من نمیدونم چجوری اینو درست کردن. خب بیام اینو بهتون معرفی کنم. این افزونه یه نسخه رایگان داره تو مخزن وردپرس و اسمش هم هست سرافینیت اکسلراتور، یعنی شتاب دهنده سرافینیت، که تا الانی که اومده 50,000 تا نصب داشته نسخه رایگانش و ریویوهاش هم بیارم ببینید 425 تا 5 ستاره داشته. خب که مثلا یکیشو براتون بیارم، میگه که instantly working and not a lot technical settings, thank you for giving us this excellent plugin. میگه که خیلی سریع کار میکنه و نیازی به تنظیمات فنی زیادی نداره و تشکر کرده بابت این پلاگین و میگه که سرعت سایت هم از 72 تا 98 افزایش داده. خب و این افزونه هم خیلی زود به زود به روز رسانی میشه. خیلی کارش درسته خداییش، واقعا افزونه خوبیه. ولی این نسخه رایگانش یه مشکلی که داره اینه که یه سری محدودیت ها داره و واسه وبسایت های بزرگ مناسب نیست و نسخه رایگانش فکر کنم یه بنر هم میندازه پایین سایتتون که خب زیاد جالب نیست. خب نسخه پولیشو الان وبسایت های ایرانی آوردن و من به شخصه از وبسایت نسخه‌ای که وبسایت راستچین منتشر میکنه استفاده میکنم، چون یه سایتی از نوین وردپرس دیدم کدای این افزونه نسخه پریمیومش دیدم از ورژن قدیمیش داره استفاده میکنه و فقط ورژن افزونه رو داره عوض میکنه تو بروزرستانیاش، که اصلا کار جالبی نیست. خب شما اگه برید توی راستچین، من بزنم مثلا افزونه شتاب دهنده، افزونه سرافینیت. خب ببینید اینجا این نوین وردپرس ژاکت هم که من استفاده نکردم، منتها از سرافینیت اکسلراتور راستچین استفاده کردم و از پشتیبانیشون هم راضیم. و ببینید اینجا خب پشتیبانیش هم که آپلاسه و مبلغش هم 565,000 تومنه که فکر کنم ماهی این افزونه خب لایسنسش ماهیانه باید پول بدید و ماهیانه یا مثلا سالی و اینا باید پول بدید. اینجوری نیست که یه لایسنس بخرید لایسنس اصلیشو و مادام العمر باشه، واسه گرفتن آپدیت هایی باید تمدید کنید و ماهیانش $25 فکر میکنم که خب این نسخه راستچین مادام العمر میتونه یه 565 تومن بدید و تهیه کنید. حالا برای ما که تو ایرانیم خیلی به صرفه تره که همه چیمون کرکیه. خب این از این، لینکشو میذارم تو دیسکریپشن، میتونید تهیه کنید. خب حالا میام اینجا، من یه سایت دارم این ARZWP شاپ. ببین الان پرفورمنسش 89 روی هاست خیلی معمولی با منابع محدوده و میخوام این افزونه روش تست کنم. اوکی، روی دسکتاپ چنده؟ روی دسکتاپ 91. خب میام اینجا، این پلاگین رو من از قبل اینجا نسخه پریمیومش رو آپلود کردم. خب میام اینو فعالش میکنم. حتی این سایت خود چیز خاصی هم نداره و خب امتیازش بالاست، ولی خب مثلا سایت های فروشگاهی که تعداد صفحاتشون بالاه مسلما این امتیاز پرفورمنسشون خیلی پایین تر از 89 تو حالت عادی. و میام و این افزونه سرافینیت رو فعال میکنم. این افزونه سرافینیت وقتی که فعال میشه خودش میاد خودکار یه سری کارا انجام میده. حالا من تنظیماتش هم
بهتون میگم چجوری باید تنظیم کنید. و میام اینجا یک بار دیگه آنالایز رو میزنم. خب این بار امتیازمون چند شد؟ منتظر میشم این تموم شه. ویدیو رو هم پاز نمی کنم که با هم ببینیم. ببین دوستان، تو موبایل شد 100. خب تو دسکتاپ هم که شد 99. خب این همون معجزه‌ای که بهتون گفتم دیگه، یعنی واقعا شاهکاره. حالا تنظیماتش چجوریه؟ شما وقتی این افزونه رو میگیرید یه تب اکسلراتور اضافه میکنه به این پیشخوان وردپرس، به این منوش اضافه میکنه و یه مدیر داره، یه تنظیمات، که اگه شما روی تنظیمات بزنید این قسمت، ببینید اینجا یه ستاپ ویزارد داره که تو فارسیش میشه جادوگر راه اندازی. روی این ستاپ ویزارد که بزنید، این مثل یه حالت نصب نرم افزارهای ویندوز خودش میاد مرحله مرحله براتون میاره. این اول یه سلف دیاگنوز داره که میاد تشخیص میده که مثلا مشکلی نداشته باشه سایتتون برای با این افزونه. اگه ایرادی باشه بهتون اینجا میگه. من اینو ران میکنم. خب میگه که با پلاگینا و تماتون سازگاره، تسکای اسینکرونوس رو خوبی انجام میده. خب میگه که مموریتون کمه. خب میگه من لیمیت کردی رو 1 گیگ، بیا اگه میخوای پرفورمنس بالاتری بگیری رو 2 گیگ توی تنظیمات PHP هاست اینو تنظیم کن. ولی من با همین 1 گیگ دیدید که امتیاز 100 رو بهمون داد دیگه. اگه منابع بیشتر باشه ببینید چیکار میکنه این افزون. خب همه چیش موفق شد. میزنم روی نکست. خب اینجا ببینید چون من از قبل تنظیم کردم میگه که روی این گزینه است. خب ولی شما بار اول که میزنید خودش روی ریکامنداشه. خب اولیش اپتیمایزیشن مود، بذار روی همین اولی باشه، always a high score or not sure. خب میگه که مود اپتیمایزیشنش چجوری باشه این افزونه. من میگم روی همین های اسکور باشه، نمره بالا. خب اینجا میگه که هاستینگ چجوریه. خب اگه که از شما از هاست اشتراکی استفاده میکنید، هاستای داخل ایران، روی همین لو یا اورنات شور بذارید. ولی اگه یه سرور اختصاصی دارید یا مثلا منابع هاستتون خیلی بالاه، میتونید از این دو گزینه مدیوم های استفاده کنید. من رو همین لو میذارم گزینه بعدی. خب اینجا میگه که میخوای که کش موبایل و دسکتاپ رو جدا برات انجام بدم یا یکی باشه با یونیورسال باشه. من میگم نو، همون جدا برام انجام بده یا نات شو. خب میخوام موبایل و دسکتاپ رو جدا برام کش کنه، چون که برای موبایل یه سری الگوریتمای خاص خودش رو داره برای کش. و تموم شد. اینم میذارم ران باشه تیکشو و فینیش رو میزنم. منتظر میشم که این ذخیره کنه. خب تنظیمات رو ذخیره کرد و الان دیگه روی این منیجر یا مدیر که بزنید میاد و خودش کارش رو میبینید که داره شروع میکنه کشا رو انجام میده. اینجا یه آماری بهتون میده که چیا رو کش کرده، چه تعداد ایمیج رو جدا کرده، یه سری آمار اینجوری داره. اینجا میاد یک تنظیمات بهینه سازی داره. خب میاد صفحاتون رو بهینه میکنه. حالا تو این افزونه 2 تا حالت داره، یکی کش، یکی بهینه سازی. که بهینه سازی مثلا میشه HTML صفحات رو فشرده کردن، تصاویر رو
بارگذاری تنبل کردن، اسکریپت ها و استایل ها رو به صورت این افزونه میاد به صورت دیفر لود میکنه، مرحله مرحله لود میکنه. خب این کارا میشه اپتیمایزیشن. ولی خب کش که میشه کش دیگه، همون کش بقیه افزونه. یه موردی که توی این افزونه هست اینه که شما مثلا میخواید یک صفحه از سایتتون تغییر ایجاد میکنید، میخواید کش رو پاک کنید. خب ولی این افزونه اگه اینجا روی بزنید این دیلیت کش رو تو حالت پیش‌فرض میاد این کش کل صفحات رو پاک میکنه. برای این و یه مثل راکت و اینا هم یه منوی این بالا نداره که مثلا بهت بگه برای این صفحه پاک کن که راحت باشی. این مشکلش همینه. بعد بیاید توی این مدیریت اگه یه صفحه خاصی از سایتتون رو تغییر ایجاد کردید می‌خواستید کش رو پاک کنید، اون URL اون صفحه رو کپی کنید. مثلا اینجا URL صفحه اصلی میشه این دیگه. خب آدرس سایتم، حالا هر صفحه‌ای که شما داشته باشید بعدش یه سری مقدارا میاد اونم بعد کپی کنید میشه URL تون. خب با این HTTPS خب میایید اینجا اون صفحه‌ای که تغییرات ایجاد کردید این کرکره رو باز میکنید، میذارید رو گزینه دوم. خب و این آدرس اون صفحه رو بهش میدید که تغییر ایجاد کرده و دیلیت کش رو میزنید. این میاد دیگه فقط برای اون صفحه کش رو پاک میکنه. این مورد دومی که هست اینه که مثلا شما مثلا تو راکت نیاز دارید بعضی صفحاتتون کش نشه. خب میخواید مستثنا کنید از مثلا صفحه سبد خرید رو میخواید کش نشه. و معمولا صفحه تسویه حساب و سبد خرید رو از کش جدا میکنن. میاید اینجا توی این تنظیمات این اکسلراتور میزنید. خب میاید روی این قسمت exclusions یعنی اسم مستثناها. اینجا گزینه اولش یه URL پس داره، روی این کرکره که بزنید براتون باز میکنه. اینجا میتونید آدرس ریلیتیو اون صفحاتتون رو بدید. مثلا خودش چکاتو داده. خب من میگم کارتم بده. آدرس ریلیتیو چیه؟ یه اسلش میذارید، اسلاگ اون صفحه رو میذارید و یه اسلش میبندید. این میشه ریلیتیو. خب من اینو اد میکنم و میام اینجا تنظیمات رو ذخیره میکنم. منتظر میشم ذخیره بشه. خب تنظیمات ذخیره شد و دیگه تنظیم خاصی وجود نداره. حالا یه سری تنظیمات پیشرفته تر هست، شما میتونید اینا رو اگه آشنایی دارید تغییر بدید، اگرم آشنایی ندارید بذارید همین حالت پیش‌فرضی که با همین جادوگر راه اندازی براتون تنظیم کرده باشه. و من خودم در کنار این افزونه میام از یه افزونه فشرده سازی تصویرم استفاده میکنم که بیاد تصاویرم رو فشرده کنه و دیگه به هیچ افزونه دیگه استفاده نمیکنم. همین اسماش برای فشرده سازی تصویر استفاده میکنم، نسخه رایگانشو، و نسخه پولیش هم که میتونید از مارکت‌های ایران تهیه کنید. خب دوستان اینم از این آموزش و امیدوارم که از این آموزش استفاده کنید. دیگه سایتاتون رو با بهترین حالت ممکن بهینه کنید و با هر افزونه کش اضافی و سنگینی دیگه‌ای مثل راکت و افزونه‌های دیگه که 1000 تا مشکل توی دیتابیس و بقیه جای سایتتون ایجاد میکنن خداحافظی کنید.